به نام خدا. سلام دوستای خوبم، به روایت ما خوش آمدین. قصه پیامبر تنها، قصه مردی به نام یونس، همونی که دل دریا و دل ماهی را به چشم دید. یه روز خدا یونس علیه السلام را فرستاد پیش یه قوم سرکش، مردمی که نه گوش داشتن نه دل. هرچی یونس گفت آهای مردم، دست از ظلم بردارید، برگردید سمت خدا. اونا خندیدن، مسخرش کردن، گفتن اینم یکی دیگه است که فکر میکنه پیامبره. روزها گذشت، سالها گذشت. یونس علیه السلام از نصیحت خسته شده بود، دلش گرفت. گفت این مردم دیگه فایده ندارن، میرم. ولی یادش رفت که پیامبر بدون اجازه خدا حق رفتن نداره. رفت سمت دریا، سوار یک کشتی شد، میخواست از اون سرزمین و اون آدمای لجوج دور بشه. ولی وسط دریا یه طوفان وحشی وزید. امواج مثل دیوهای خشمگین افتادن به جون کشتی. ناخدا داد زد یکی از ما باعث این بلاست، باید بندازیمش تو دریا. قرعه انداختن، اسم یونس در اومد. باز قرعه انداختن، بازم یونس. خودش فهمید این امتحانه، این نتیجه همون رفتنه. یونس گفت منو بندازین، من اشتباه کردم. و انداختنش تو دریا. آب سرد بود، تاریک، و یه ماهی عظیم از دل سیاهی اومد و یونس رو بلعید. نه زخمی نه خونی، فقط حبس. توی دل ماهی، توی دل دریا، توی دل شب. یونس تنها بود، هیچ کس نبود جز خدا. سر به زیر انداخت و با اشک گفت لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. خدایا فقط توی پاک و بی‌نقصی، من بودم اشتباه کردم. و همین دعا، همین توبه دریا را آروم کرد. ماهی مأمور خدا بود. یونس را برد تا نزدیک ساحل. اونجا آروم بالا آوردش. یونس خسته و لاغر افتاد زیر نور خورشید، ولی زنده بود، بخشیده شده بود. خدا دوباره بهش گفت یونس برگرد، شاید این بار گوش کنن. و یونس برگشت. همون مردم این بار با دل باز استقبالش کردند، ایمان آوردن، نجات پیدا کردن. قصه یونس قصه قهر نیست، قصه برگشتنه. قصه آدمیه که حتی تو شکم ماهی امیدشو از خدا نگرفت. یادت باشه دوست من، اگه یه روز رفتی راهی که نباید میرفتی، فقط کافیه برگردی. خدا همیشه منتظرته.